که اومد ایران گفت انقلاب برای پابرهنه هاست، برای مستضعفانه، باید به داد مستضعفان برسید. 38 ساله داریم رأی دادیم به جمهوری اسلامی، 38 ساله به اینا 4 سال به 4 سال میان میشینن رو پست ریاست. به نماینده های شهرمون، به این شوراهای شهرمون رأی دادیم که روز روشن بیان دست بکنن تو جیب همین پابرهنه ها، اون تهمونده های پولمون از جسمون در بیارن. هیچ کس هم نیست صدای ما رو بشنوه. اگر رهبر نمیشنوه بیاد الان داد میزنم، بزنی صدای من تو تمام برنامه های تلویزیونی ماهواره‌ای بزنیم، بزن به گوش رهبر برسه. رهبر تو نماینده امامی، تو جانشین امامی، بیا ببین نماینده ها، بیا ببین کسایی که تو مجلس تو نشستن، بیا ببین چطوری دارن جیب مردم خالی میکنن، بیا ببین چه بلایی داره سر ملتت میاد، سر همین پابرهنه ها. 8 سال جنگ کردیم، قبرستون پر از شهداست، تمام عزیزای ما اونجاست، جانباز اسیر دادیم، آزاده دادیم. ولی اینه جواب ما، اینه تو این سپرده ها فقط مردم عادی نیستن، ایثارگر هست، خانواده شهید هست، جانباز هست، آزاده هست، همه هستن، حتی گمراه، حتی مردم بدبخت. ولی کسی جواب ما رو نمیده، این دوستخونه ها رو نمیبندن، این پدر سوخته ها دارن روز روشن جیب مردم خالی میکنن. بر پدرشون لعنت. رهبر انقلاب بیا به داد مردم برس، به کی دادمونو بگی.